де має бути поправа і на Донбасі, і в Криму. президент ولادیمیر زلنسکی در روز تجلیل 31 سالگی استقلال اوکراین وعده داد که کشورش تا آخر به ضد استیلای روسیه می جنگد. استقلال اوکراین در آستانه پاشخوری اتحاد شوروی روز 24 آگوست سال 1991 اعلان شد و امروز از هجوم بی اساس روسیه به خاک اوکراین نیز رسان نیم سال گذشت. زلنسکی به این مناسبت گفت که در این 6 ماه آنها تاریخ و جهان و خودشان را دیگر کردند. در نهایت ما متحد شدیم. ملت نو روز 24 فوریه ساعت 4 بامداد به دنیا آمد. از نو به دنیا آمد. ملتی که ناله و فریاد نکرد. هیچ کس نگریخت. تسلیم نشد و فراموش نکرد. ولادیمیر زلنسکی با مراجعت به روسیه گفت مهم نیست که شما چه نوع ارتشی دارید. برای ما خاک و بوم ما مهمتر است. ما تا آخر برای آن می جنگیم. جنگی که مورد نگرانی و تشویش تمام جهان شد روز 24 فوریه از هجوم روسیه به خاک اوکراین آغاز یافت. حالا احتمال می رود که این جنگ دوامدار می شود. با اطلاع منبع‌های غربی، نیروهای روسی در قلمروهای شرق و جنوب اوکراین با آنچه که آن را عملیات نظامی می‌نامند پیشروی اندکی دارند. از زمان آغاز جنگ تخمیناً 7 میلیون نفر اوکراین را ترک کردند. رهبر 44 ساله اوکراین ولادیمیر زلنسکی اعتراف کرد که این همه پیامدهای سنگین برای وطنش خواهد داشت، ولی گفت که ما مشتمان را برای مبارزه سرنوشت کشور فشردیم. وی همزمان گفت هر یک روز به ما یک بهانه است که ناامید نشویم. ما تا این مرحله رسیدیم و حق نداریم کار را تا آخر نبریم. زلنسکی میگوید اوکراین برای بازپس گرفتن قلمروهای غصب شده از جانب روسیه همچنین برای برگرداندن نیم جزیره کریم مبارزه خواهد برد. Донбас – це Україна. І ми будемо повертати його, яким би цей шлях не був. Крим – це Україна.